کارمندان پلیس ولایت قزاقستان شرقی در جریان چوربینی‌های فوری و جستجویی در حدود شهر اوست کامینگورسک یک شهروند 27 ساله تاجیکستان را بازداشت کردند. این نفر از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان با اتهام قلابی تحت جستجوی بین المللی قرار داده شده بود. بر اساس مواد پروندهش این نفر به آن ادعا می شود که ماه آگوست سال 2021 با روی فریب به باوری یک جبردیده در آمده از وی با وعده گرفتن ویزای او را ودید سفر به لاتویا و فرستادنش به این کشور عضو اتحادیه اروپا $2325 گرفته است، ولی این پولای گرفتهش را به منفعت خود صرف کرده وعده به جبردیده دادهش را اجرا نکرده است. در ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد تاجیکستان نسبت به این نفر بر اساس قسم دوم ماده 427 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی پرونده جستجویی گشودند. نسبت به او چاره پیشگیری در نمود حبس تعیین کردند. بعد چند معین کرده شد که این نفر به جمهوری قزاقستان فرار کرده است و حالا در شهر اوست کامینگورسک به سر میبرد. ماه ینور سال 2023 کارمندان پلیس قزاقستان او را دستگیر کردند و علیکی به تاجیکستان استرداد کردند. بر اساس قسم دوم ماده 247 به وی برای قلابی با رسانیدن ضرر جدی به جبردیده همچون جزا جریمه به اندازه از 365 تا 912 نشان دهنده برای حسابها و یا معلوم ساختن اساس‌زایی به مهلت از 2 تا 5 سال تعدید می‌کند.